استغفرالله. نه نگاه داشتی میکردی. این کجاش فان آخه ور میداری میاری؟ سلام علیکم، حالتون چطوره بچه ها؟ امیدوارم که عالی باشه. من دانیالم و اومدیم با یه ویدیو جدید. رفیقام زحمت کشیدن یه سری ویدیوهای سم برام فرستادن. البته من ندیدم ولی ذخیره‌شون کردم. 2 تا ویدیو دیگه هم آپلود کرده بودم که تو هر کدوم یه فیس داشتم. الانم یه فیس دارم. ولی تو کامنت ها میتونید نظرتون رو بنویسید که کدوم فیس هم خفن تر بود. قبل ویدیو بگم آجی ساعت 4 صبح دارم رکورد میکنم. طبقه بالا هم خوابم. پس یه ذره یواشتر لطفاً. البته خودم باید یواشتر داد بزنم. داداش لایک کردم واسه تو کاری نداره ولی به من خیلی انرژی میده. پس دمت گرم لایک کن. هدفون میذارم موقع کار کسی اذیت نشه. جلاشو بگیرید نذارین رد بشه. برید کنار ببینم. به من میگن کاظم کاکرو. بیا اینم سوت ببری بگیر که اومد. یه مدل مو بزن که حرفی توش نبود. الان میرینه توش. دیدی گفتم داداش واقعا حرفی توش نیست. حاجی جدی چجوری روش میشه با این جدی چجوری روش میشه با این بره بیرون؟ تو مزستی بود. من براش بوقی دیانزه بودم ولی اون ناصر بوقی دوست داشت. لهجه کردی داشت. خواهی ترسیدم. فامیلمون حالا بیا ثابت کن که صدای اینه. حاجی من یه میم دیدم اون لالالالال چیز هست اونو گذاشته بودن رو پدافنده ایرانی. مثلا پدافنده و جته داشت میرفت لالالالال این داشت بهش میزد لالالالال. خدا بودم ندیدم رو دستمون. حضرت یوسف وقتی افتاد تو چاه چی گفت؟ آخه وقتی که شب خونه مام بزرگت میمونی و پارسا رفیقم لباس بیاری لباس مام بزرگت رو میپوشی. اشتباهی فکر کنم پستونا مام بزرگتن توش جامون. خواستم بگم بچه هوا انقدر خوبه که چه شورترین آدم ایران. برداری بیای دور بارم یه دوری شما جو چقدر چشم شور بود. چون هر وقت دست میگیرم قلبم خیلی تون تون میزنه. اصلا عجیب میزنه. از شلوارت مشخصه. استغفرالله. نگاه میکردی؟ نه نگاه داشتی میکردی. چرا پسرا بلندتر دخترا میگوزن؟ پسرا بلندتر از دخترا میگوزن؟ نه والا نمیدونم به خاطر اینکه یه میکروفون 2 تا اسپیکر دارن. حسین این کلیپا نگاه. میخواستم زنگ بزنم اوجا. اینستاگرامه حاجی خار همه رو خفیف کرده. یعنی منم فقط واسه گرفتن ویدیوهای خودم میام توش وگرنه توش نمیذارم. یعنی توش نمیام. آره جوری که پسرا پشت همه. چرا نگرانی؟ بیا نگاه میلاد میگم خیالت راحت. نگاه هادی هم هست. هادی آره دنده بشه رد با منه. دیدی نمیشناسنم بعد چیه این؟ آره خیلی خوب درست کرده. یکم دیگه با دیوار ازدواج میکنم. نه این خنده‌دار نبود. چی شد که عاشق من شدی؟ انقدر خوشگل خندیدی که گفتم حیف اینو نکنم. سلام داداش خوش اومدی. کیری هم شما داری پنیره؟ داداش این ترکی بود فکر کنم احساس میکنم. داداش این که کی نیست. داداش از این پنیر کی نداریم ما. اونو چرا میزنی؟ خب تو پاد به میز خورد. نمونو زد. حاجی این قضیهش واقعیه. یعنی تو خونه من پام بخوره به یه چیزی بشکونم کورم شبه نمیبینم چلاقم. این مامانم بزنه به اون بشکنه قضا بلا رفت میشه. چشم حسود فلان. بابام که بزنه به اون داد میزنه میگه کدوم کوره نفهمه چلاقه اینو گذاشته اینجا. یعنی در هر صورت از هر شاخه‌ای بیاد میرسه به من کورم. وقتی رفیقت هم با مرام هم لجباز. چی؟ آبمو در بیار. محمد از تو کیف محمد کیف این عکس 1 میلیارد دلاره. خب من تصمیممو گرفتم این 1 میلیارد دلار رو جمعش کنم. خب چوبش آماده است. فقط میمونه اون 1 میلیارد دلار.
چرا شبیه اون بازیگر است؟ آخه کچله. نه گناه دارد. میریم دارم تمرین میکنم کسکشتر از بقیه باشم، ولی واقعا میام بیرون میبینم همه واقعا قوی آمادن. تازه کجاشو دیدی داداش؟ علی نه داداش، من اگه برم یه آرایشگاه دیگه تو ناراحت میشی؟ آی تو واقعی هم زاده چقدر موهاش خوبه، با اون چرا میباری؟ اوی آجی خب آخه این کجاش فانه ور میداری میاری میذاری وسط یه ویدیو کامل پک کامل فان؟ خب این کجاش فانه ناموسن؟ نگاه موها رو این همه بلند کردم مرض که ندارم، بلند کردم ببندم بعد یه همچین ویدیویی میاره آدم تخ میکنه. حالم بد شد. این کجاش فانه آخه ور میداری میاری؟ ما پسر اینجوریم دیگه، هرکی بهتر از خودمون باشه رو میگیم اینه. دقیقاً کارتمون چه 100 میلیون پول باشه، چه 10 میلیون پول باشه، چه 1 میلیون، یه جوری خرج میکنیم انگار به رود نیل وصله. دریا دلیم هم دریاچه ارومیه است. خشک. نظر ما هر کی ریش داشته باشه، عشقشو داره، هر کی هم شیشتیق باشه بلا تکلیفی. فردا ریش میذاره. ما قطع نخا شدیم میافتیم دیگه، ولی دست و پامون قطعه صبح پا میشیم میریم سر کار راحت زندگی. آجی راست میگه اینو، واقعا جدی میگم. همش حقه. املت زدن داریم، یعنی یه جوری که شما املت تا حالا جدی من املت میزنم ببین. رب، تخم مرغ، روغن، هیچی نمیخوام، حتی نمکم شاید نزنم، ولی ببین یه چی دلت نخواد. اینو میخوای؟ چیو؟ اینو بخور. چیو دقیق؟ به خدا داشت پاهاشو میگفت ولی رضا شیشتیق میکنی مطمئنی خوب میشه؟ آره مطمئنم خوب میشه. چیکار به دقیقه برو الان زش میشه احساس میکنم آجی. آجی نه اینقدر دیگه ناموسن، نه خدا وکیلی. نگاه من شیشتیق کردم اونجوری هم نیستم. مشتری چه تو پاس میکنه میخوره میگه گرونترین چایی زندگی چایی شب خواستگاریه. یک استکان چایی به تو میدن، یک عمر میذارن. آدما میتونن تو رو از همه چی متنفر کنن. از همه تون متنفرم. بخم تو باز خداست. چقدر شبیه همین. فراد پاشو بریم سر کار. پاشو بابا من نمیپاشم. نمیپاشم چه اینجا نمیپاشم مثلا بگو پاشیده نمیشه. پاشیده نمیشم. اون نمیپاشمه بهتر بود خدا وکیلی. ولی یه چیزی بگم آجی، خدا وکیلی اونایی که حالا کرد کرمانشاه که فارسیشون خوبه، ولی کردای مثلا کردستان، کردای اورامان، سورانیا، اونایی که مثلا ما مثلا کردای سورانی، اوناشون که مثلا سواد ندارن همینجوری لهجهشون، یعنی مثلا نمیپاشم یه چیز عجیب نیست بین اونا. خداست. صبحانت با پسته بخور. پسته دوست ندارم. پسته خوبه. مگس توش. آخه کوس دیوس نه با ریخ میفتی اگه چی بخوری. اندازه موجودی کارتتون بخندید. اندازه موجودی کارتتون بخندید. این 10 تا من تو کارتش. مبارک باشه عبدالله. با خشی استفاده. بله مبارکش باشه. این رفت مثل سیمدوزی. زید قدیممو دیدم. خب برگشت گفت نم یادت دندونات کج بود گرم کنه آدیداس میپوشیدم دمپایل انگشتی باز بود. گفتم تو رو که میکنم. یه کلیپ عاشقانه بگیریم. اینجا واقعا زد ولی دمش کرد. سلام. من رژیمم چی میتونم بگیرم؟ اسنپ میتونیم بگیریم بریم خونت. آقا سلام. سلام داداش بفرمایید. وقت بخیر. قربونت جان. شما چند سالتونه؟ به نظر چند میخورم؟ 100 بدم میخوری؟ دیگه راست میگه دیگه. خب چند میخورم یعنی چی آخه؟ خدا وکیلی حاجی خیلی زایه است. فکر کن یارو با انقدر ریش میاد، با انقدر کول و بازو اینا گنده مونده میگه میاد چند سالته، تو میگی چند میخورم؟ باید بگی چند میخوره عزیز دلم. چند میخورم یعنی خودت $1 بهت میدم اگه بتونی با یه حرکت منو تکون بدی. سلام کردم من و رفیقام صبح شنبه مدرسه. مامانم گفتم ایرپاد من بزن قد شارژ. تو رو قرآن نگاه کن چی کار کرده. نه این ساختگی خدا وکیلی.
خدا وکیلی تو این گرما سگ میاد اینجا. رو مخم چیکار میکنی؟ میدونستی کم داری؟ آره دیگه الان دیگه میدونه. چه وقت اومدن اسکل ساعت دیدی؟ قهر کرد. ساعت وقت پرسیدم. این چی بود افتاد تو چی؟ آجی این صدای دیدی گفتم نه بابا از کجا آوردی اون همه رو؟ M16 دیدی تو کالاف؟ چه خبرته؟ از کجا میاری این همه رو؟ آی برچشم بد نه ای خار مادر نگو همه فامیل آنجا. اسم مدل مو چیه؟ کچل مادرزادی. اگه اجازه بدی شوال ما راضی نیستیم. بیا باطل شد ندید پدید بدبخت. آقا پسرمو از کربلا زنگ زده میگه برو خونه ما دبه شلوار هم بزن خراب نشه. قبول باشه. راست میگه دیگه قبول باشه. وای خدا این ماشین پنوماتیک داره چقدر خفنه. پنوماتیک. نه حقیقتا تجربهشو نداشتم نمیدونم. فایت فیس تو فیسه. فایت که نه. زد تو گوشه. شاهکاری که میبینید از شرکت آقای منصوری گم از ولی من از دوج شاهکار عمومه. از دوج بیشتر خوشم میاد. خواستم بگم که دیگه اون آورد. شاهکار عموم. شما به من بگین من اسم این کارو چی بذارم؟ شما من تو کامنت ها بگین. خدا وکیل اینا چی آخه میزنن؟ نمیدونم. به این میگم مامه جیک جیکی. خنده دار نبود. سنت زیبای ازدواج در کشورهای خارجی. شبیه الان خیلی خوشحاله. نیست ناموسا. وری هپی اما بعد میفهمی که گوی خورده. جان مادرتون اینقدر این برقا رو قطع نکنید. دیشب نشستیم بریم عرق میخوریم یهو برق فکر کردم کور شدم خار. نخور. آقا ساعت 4 یه ذره دیگه بره جلو قهقهه میزنم میان پایین اق میزنم. از نتیجه میگیریم ویدیو رو قطع کنیم که کار به پزشک قانونی نکشه. دمتون گرم تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. خدا وکیلی تا اینجا رو نگاه کردی یه لایک نزدی؟ یه دکمه است دیگه بمالون. چی میشه لایکو که زدی چنل منم سابسکرایب کن. مطمئنم ویدیوهای دیگه هم ببینی پشیمون نمیشی. از این ویدیوها خیلی تو راهه. هنوز این اولاشه شروع نکردیم هنوز. بذارید یه جمله سنگین بگم شب بخیر بگیم بریم بگیریم بخوابیم. میگه اونی که خودشو زده به خوابو نمیشه بلند کرد ولی اونی که خوابیده رو میشه راحت بیای بلندش کنی. مراقب خودتون و دلای مهربونتون باشید. خداحافظ.